سلام دوستان، به کانال من خوش اومدین. امروز میخوام درباره این موضوع بسیار مهم صحبت کنم. چرا نباید دانش و مهارت‌های خودمون رو رایگان به اشتراک بذاریم؟ اولین پست اینستاگراممون برای شروع کسب و کارها بود که گفتیم شما حتی اگه 50% از یه مهارت رو بلد باشین، رایگان به کسی یاد ندین، به جاش پول در بیارین. بیاد با هم بررسی کنیم چرا این موضوع انقدر مهم است. دانش و مهارت ها ارزشمند هستند. شما برای یادگیری مهارت زمان و تلاش زیادی صرف کردید. مثلا من برای یادگیری همین شغل خودم که ایدئابی برای بیزینس و اجرای آن در اینستاگرام هستش ساعت ها وقت گذاشتم و منابع مختلفی را مطالعه کردم. این دانش و مهارت ها میتونه منبع درآمد باشه و به ما کمک کنه تا به اهداف مالی خودمون برسیم. آموزش رایگان میتونه ارزش کار ما رو کاهش بده. وقتی شما دانش خود رو رایگان به اشتراک میذارین، دیگران ممکنه ارزش واقعی آن رو درک نکنن. مثلا من تجربه ای که داشتم این بود که وقتی که یه دوره رایگان برگزار کردم، شرکت کنندگان به اندازه کافی جدی نبودن و از اون بهره برداری نکردن. اما وقتی هزینه‌ای برای دوره تعیین کردم، شرکت کنندگان با انگیزه بیشتری شرکت کردند و نتایج بهتری گرفتم. حالا بیایید ببینیم چگونه میتونیم از دانش و مهارت‌های خود کسب درآمد داشته باشیم. یکی از راه‌ها اینه که دوره‌های آنلاین برگزار کنید. پلتفرم‌های مثل اودمی و کورسرا به شما این امکان رو میدن که دوره‌های خود رو به فروش برسونید. همچنین میتونید وبینارها و کارگاه‌های آموزشی برگزار کنید. نکته مهم اینه که محتوای با کیفیت ارائه بدین و نیازهای مخاطب رو هم در نظر داشته باشید. در این ویدیو درباره اهمیت ارزش گذاری بر دانش و مهارت رو صحبت کردیم و دیدیم که چرا نباید آنها رو رایگان به اشتراک بذاریم. همچنین راهکارهایی برای کسب درآمد از دانش خود ارائه دادیم. اگه شما هم تجربه‌ای در این زمینه دارید یا سوالی دارید، حتما در بخش نظرات با من به اشتراک بذارید. فراموش نکنید که ویدیو رو لایک کنید، با دوستانتون به اشتراک بذارید و کانال رو دنبال کنید تا از ویدیوهای بعدی مطلع بشید. خیلی ممنون که تا پایان ویدیو با من همراه بودید. در ویدیو بعدی به موضوعات جذاب و کاربردی بیشتری خواهیم پرداخت. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.